من رفقا امروز اومدم به ویدیو جدید راجع به بازی استرینو که 7 روز منتشر شده و واقعا بازی عالی در صنعت انیمه ایه. باید بگم که این بازی فقط الان بر نسخه پی سی براش اومده و نسخه گوشی هنوز یکی دو هفته یا بیشتر مونده که تا عرضه بشه. خب بیاین فعلا براتون توضیح ریزی راجع به این بازی بهتون بدم. این سیستم لول اپ این بازی میگه که شما لول اپ واقعا سخته و تو لول 35 فقط میتونید برید. ببین لول 35 که رسید دیگه با یه خودتون نمید. خب ببینید شما وقتی که هر دو لولی که بالا میره تقریبا یکی از اینا میگید یه با بمب میگید یه با کاسه میگید یه با تفنگ میگید یه با دیزر میگید حالا بریم تا غیره. خب این آبیا رو ببینید این آبیا میدونید چیه اینا برای این گرفتن کاراکتر و بس برای گرفتن اسکین کاراکتر و اسکین گان خیلی مهمه. حالا توضیح بهتون میگم برام حالا فعلا واسه ببینید اینجا میشه شخصی کنید وقتی که یکی میخواد شما پروفایل رو شما ببینه میبینه که این شکلی. خب حالا غیر این بیایید اینجا. خب ببینید اینجا درصد وینی که شما با کاراکتراتون گرفتید رو نشونتون میده. مثلا من با این کاراکتر 85% وین گرفتم توی 21 مچی که بازی کردم. با این کاراکتر توی 4 مچ 100% یعنی 100 همشون رو بردم توی اینم بردم و همینطوری بود. خب حالا اینجا وقت ایونت های بازی مثلا این ایونت ماموریت رو انجام میدید این ماموریت هایی که اینا دارن و بهتون چیزی در بخور میدن مثل این که باش میتونید بگید حالا خودم واسه خب این جواب هم میتونید باش شانسی ان کاملا یه بار از اینا میده که 3 روز کاراکتر رو میتونید تحت اختیار داشته باشید. یه روز هم از اینا میده که میتونید باش اسکین کاراکتر و اسکین گان و این چیزا بگیرید و یه بارم حالا از اینا میده حالا دیگه به شانستون. استارتر پک هم چیز خوبیه ولی به نظر من خرج نکنیم چون گرونه توی این بازی همیشه گرونه. بعد دیگه دیلی هم توی این بازی وقتی دیلی لاگین که میکنید چیزای خیلی جالب و خوبی بهتون میده. مثلا من مثلا اینونتوری هم نشون میده. ببینید توی اینونتوری خب الان مثلا من میتونم اینجا این کارت رو 3 روز داشته باشم یا هر کارتی دیگه از اون جواب رو ندارم چون که خرج کردم. خب ببینید شما با دیلی لاگین کردن میتونید اینا رو بگید. با این میتونید اسمتون رو تغییر بدید داخل بازی. حالا من که همین هست. با این میتونید کاراکتر رو به دلخواه انتخاب کنید از بین کاراکتری که ندارید الان. خب ببینید با این میتونید XP بیشتر بگیرید وقتی میبرید و این چیزا رو. خب این بمونه. ببینید ما اینجا که ببینید اینطوریه که شما وقتی از اینا میگیرید میتونید انتخاب کنید که گان بگیرید یا اسکین منظورم اینه که اسکین گان بگیرید یا اینکه اسکین کاراکتر بگیرید. یکیشون اسکین گان یکیشون اسکین کاراکتر بگیرید. میتونید رندوم بزنید تا از هر دو بگیرید. این پروسه ساعت رو انجام میده. بعد با 80 زدن استفاده کردن از این میتونید یه اسکین لژندری بگیرید. ببین به ترتیب اینطوری دقت کنید. ببینید این اسکینایی که قرمز زیرشون لژندری ان داخل این بازی. خب این اسکینایی که اینجا اپیکن. این اسکینایی که اینجا ررن. خب رر. خب بعد یکم اینورتر و این اسکینایی که پوینتر دارن دیفاینن. یعنی اینجا به این شکل باید بیان کنیم مثل کال آف وقتی بازی رو مثلا نمیگید متیک و این حرفا. بعدش بعد اینجا هم بهتون یه چیزی میده که بتونید انتخاب کنید کدومشون رو بگیرید. حالا من که من اون چیزا رو هدر دادم چون بعد انتخاب کردم حذفش کردم که داشتم منو بل کن خودتون یه گوین. خب حالا این کوستو برای اکسپی گرفتن اینا خیلی خوبن واقعا کوستوی بدی نیست. اینجا میتونید بتل پس بگیرید که واقعا خیلی 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 پول میخواد واقعا ولی به نسبت چیزایی که میده واقعا جالبه. مثلا اینا بهتون میده یه اسکین اپیک میده واقعا اسکین خوبیه. خب یه اسکین زرم میده بهتون اسکین بدی نیست.
اینم بهتون میده ماشاءالله. Eliminate the enemies. اینم Is میده. اینا حالا کاربردش رو خودتون میفهمید. من که میدونم چیه، ولی الان حوصله ندارم تو بهتون بگم اینا رو. ویدیو طولانی تر میشه. خب این جواب دیگه به شانستونه، کلا به شانس. من بیشتر یه هدیه میده که اون دختری کنجاس بدید و به هر چی لول قدرش بالاتر بره بهتون چیز بهتری میده، هدیه میده بهتون. بعد ناموسن دیگه تویش بازی ندیدم، ناموسن چیز گنگه. اینم رایگان میده قشنگه و مخصوصا جالبه این واقعا. خب If you're حالا feeling اینجا tired, 17 تا کار، they told اینجا me the 17 تا mask would کاراکتر protect داریم. me, no خب matter از where I بین was. از بین 17 تا کاراکتر بهترینشون یکیشون اینه. If you're feeling tired, why don't... ready to fight? بعد اینم بعدش I'm بریم از ready. نظر من بخوای اینجا اسنایپر بهترینه، چون میتونید راحت بزنید تمام شب If فایتون. you're ولی خب feeling tired, مثلا من why میخواد don't you یکی try از my بهترین اینه. fragrance? They told me یکیشون the این mask would protect داشتم me, بهتون no میگفتم دیگه. matter خب where I was. I باز will یکیشون lead. اینه. The battlefield scares me not. If خب I یکیشون will هم lead. گفتم اینه، Is it my یکیشون turn to اینه shine? و I'm یکیشون always هم Is there a mission for و me? یکیشون این به علاوه preparation کاراکتری is که key to make. Is there به a... I'm علاوه always ready اینم for a خوبه. fight. ولی در کل اونایی که نظر من رو گفتم. حالا در کل همه کاراکتر ویژگی‌های مثبت دارن. مثلا این یکی میاد شیلد شما رو داخل بازی پر می‌کنه، چون بازی شیلد هم داریم، مثل ای پی یا ای پی توی فری فایر و این حرفا، اون باشه که مثلا می‌گن تو فری فایر یا اینکه کال آف و اینا تو همه بازی هست در کل. خب خب البته با اون ای پی فرقی داره. تو فری فایر ای پی درست میشه که شما اسمتون بازی بشه، ولی این سپره مثل کال آف دیگه. خب حالا دیگه ادامه ندم. ببینید اینجا گیلد هم میتونید بزنید و پلیر روز کنید. گیلدای لول 1 2 3 4 تا هست. خب I'm always ready for. خب اینجا یه نکته اینجا هست بذار بهتون بگم. ببینید هر چی قدش بالاتر بشه چیزی بهتری بهتون میده. مثلا این اکثر بهتون میده که واقعا چه خوب. بعد این دو تا از این میده، یکی از این اسکینگان اینا. خب حالا یه سری توضیحاتی که بود بهتون دادم دیگه، فکر کنم چیزی نمونده. پس بذارید یکم جلوترش کنیم بشه. خب آقا راستی وایسی راجع به رنگ بهتون توضیح ندم. داشتم داشت یادم میاد. خب ببینید رنگ این بازی این گونه است. این گونه ریوارد های جالبی داره. مثلا واقعا واسه رد رد اونایی که رنگشون لژندیشه متاسفم خیلی چیز گویه. ولی خب ما که می‌فهمیم این واقعا چیز حقیقیه، واقعا حق. الان سیزن یکی مثلا اگه میخواد بریزید چون سوده. من بعدا به این نرسیدم هنوز ببینم، چون من الان تو رنکی نیستم. ببینید بعدی این بازی اینه که واسه رنکی من لول 15 بشه، ولی همین لول 10 شدن به زور اومدم تو اینجا. خب خب حالا که این سری چیزا بهتون گفتم وقتشه که یه دور بازی استارت کنیم و حال کنیم. خب من چک کنم ببینم که ویدیو رکوردش چند دقیقه شده. 8 دقیقه ماشاءالله. خب ببین اینجا اون گوشی که بهتون نشون دادم گفتم عکس پروفایلتونه اینجا هم بکنه. ببینید این عکس پروفایلشه. خب حالا با من همراه باشید تا ببینیم این بازی شگفت‌انگیز چی بود. خب من میکروفون ندارم، صدا میگذره بد میاد احتمالاً. حالا شما کنار بیاید. خب کارتی پسر انتخاب Has the mission ماشاءالله started? فقط 3 تا کارتی پسر هست تو بازی. منطق اینا رو درک نمی‌کنم. ولی اوکی کارتی پسرشون خیلی جالب. خب Leave it to me. این شیلدشون رو میاد سپرتون رو بازیابی میکنه. قدرتش خیلی خیلی به درد بخوره، همیشه به دردتون. خب حالا صبر کنید یه چایی بخورم با اجازه رخصت. اوکی آمدم. باور کنید خیلی طولانی تا این بیاد، ولی خب ارزش داره، حال میدیم. حالا بریم تو کارش. خب Warm up واسه بریم تو phase. کارش. Let's go.
من این تنظیمات رو از قبل انجام بدم، خودکار اینا رو انجام بدم. حالا چند نوع بازی داره، هم یه نوع نیست. وقتی میزنی چند نوع بازی داره. حالا شانس من نمیشه برید. خب مثل که الان دی پی آی هم درست دی پی آی درست شد. The warm-up phase is about to گفتم این end. بازی فقط برای پی سیه، ولی برای گوشی هم قرار بیاد، نگران نباشید. سنسیو تو اینا هم برای پی سی خیلی مهم نیست. اگه موس دی پی آی دار داشته باشید اصلا خیلی مهم نیست. 3, فقط موستون دی پی 2, آی داشته باشید تنظیمات 1. دیگه خیلی Battle چیز نیست. start. انجام بدید. حالا بریم کارش. اینا رو نگاه کنید. بازی First گنگستر. blood. ببین دونو اینجا دونو کاری هست که میتونید بازیشو به ترتیب رو بکنه. ولی چیز رو میزنید اینطوری. دومی I've دور made a میفته. mistake. نت زد وای پشمامش. خب شروع کنیم. اینجا همه پی سی در حال حاضر 6 میلیون پیسی جمع شدن همین اول کنیم. خب بذار من شروع نکردم هنوز. دارم با شما حرف میزنم وگرنه دو ساکت شم. من ساکت، شما نگاه کنید. راستی اینجا نمیتونید دست خالی برید. اینجا با هر سلاحی یه طوریه. یعنی با هر سلاحی سرعتتون I've یکیه. made a mistake. ببین اینجا با هر سلاحی سرعتتون یکیه. Team shield همینه enhancement دیگه. activated. یعنی مثلا ببینید نگاه کنید. خب قرار نمیتونید با مشت راه برید اینجا. I've made a mistake. نمیتونید با مشت راه برید. مثلا من دارم چند بار تکرار میکنم که بشنوید، چون اینجا صدا زیاده. صدای بازی واقعا زیاده. خب I've made a mistake. بازی اینا چقدر قویه. من جدی بشم. Domain expansion. I've made a mistake. هنوز جدی نشدم. قبول نیست. من کار ندارم. The leading team has reached 20 points. I've made a mistake. Holy shit. We'll remember this. I've made a mistake. بازی این قدرت خیلی بیرون مخه. این اسکیل چیه؟ The showdown has begun. Beware the reverse string storm. I've made a mistake. چه سمیه؟ About it. I've made a mistake. یک کیل نکردم تا الان. یک چقدر زوری باشم. همه زیاده قوی هم. The leading team has reached 30 points. همه پیسی همه. در حال حاضر البته. بسید بیشتر میاد. I've made a mistake. اوه چه سمیه خب. مثلا شمشیر برمی. Thunderfield activate. حالی که داری میاد. بحثه. من اینجا رو فقط. به اینجا. نه. I've made a mistake. بابا خیلی. نمیزنم. دیگه زن. I've made a mistake. ایول اولین کیلو. میگم چیزی. خب. بچه الان من دیدم تیم گذاری شد چیه. فشاری هم. فشاری شدم الان. فشاری هم. Team
weapons enhancement هوا هم activated. میزن 10 more kills to win. Domain expansion. خب بریم کیل کنیم همه رو کیل میکنیم 5 more kills to win. 5 تا یکی شما من بریم. گنگستر. Thunderfield activate. Everyone. نه. One more kill to win. Yes. Victory. Yes. آخرین کیل بس I've کن finally done it. نت الان ضعیفه وگرنه میزن همه هاشون میزن این جوان براتون باز هم میشون بریم میشن خب ببینید قبلش توضیح هم واسه دادم که مثلا آخر این الان آخر دیگه خب Mission ببینید accomplished. خب ببینید سیوه اروپا برای ما ایرانی اینجا بهترینه شاید بهتون گفته باشم ولی دوباره هم میگم خب سیو اروپا واسه ما بهترینه چون این سیو هم پینگ 105 و اینا هم میتونیم داشته باشیم توش همین که سیو خوبیه در کل این سیو واقعا خوبه برای ما ایرانیا و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این سیو رو انتخاب کنید چون این برای ما بهترین از طریق ایران هم پینگ بهتری میده و خب اگه هم بریم مثلا سیو ایران احتمال داره که اصلا خیلی تعداد کمی باشیم مثلا این سیو میارزه و حتی اکانتی که بسازیم ارزش پیدا میکنه خب حالا این جرا باز کنیم ببین چی میده ببین جواب شانسی کنه و ای بابیلا خب امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه و لذت برده باشید خدا و واسه بذارید همزمان با قطع کردن این دیگه خدا نگهدار